بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها تیلا یکان ای بچه ها شیری نکانی به بهار این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. چای گرم آوردم. رحمتک جان. بیزار شدم همین هوا. همه وقت خنک. ذره برای خودش میرسوند. آدمو کسل میشن. اکاری خود میمونند. ضرری خودش میرسونه؟ ها چرا همین هوا خنک میشه؟ شاید فایدهش هم باشد این هوای خنک. چی خیل؟ برای وقت خلاصه نکن خواهر جان. هر حادثه‌ای که میشه برای وقت خلاصه نکن. این خنوکی شاید برای بعضی ها فایده آور باشه. مثلا اگر باران باره ما برای وقت خلاصه نکنیم که این باران سیل بشه. شاید این باران به یک بیابانی خشکی که نیاز به آب دارد شاید فایدهش باشه. یا برای باغ بعضی ها این باران فایده آور باشد که باغش نتر تازه میکنه. یک پیرمرد هم خیلی اسب داشت. یک اسب داشت خیلی زیبا بود اسبش. تمام همسایه های این پیرمرد خریدار بودن به اسبش. میگفتن اسب برای ما فروش. این پیرمرد میگفت نه. یک روز شاه اون مملکت آمد برای اسب این پیرمرد خریدن. 5 خلطه تنگه طلا پیشنهاد داد. گفت من برای تو 5 خلطه تنگه طلا میتیم. تو همین اسبت برای ما فروش. پیرمرد گفت که نه من نمیفروشم. تمام همسایه‌هاش خلاصه کردن مثل تو. گفتن این پیرمرد ابله. اگر من جای این پیرمرد بودم حتما با عوض 5 خلطه تنگه طلا این اسب میدادم. چون که من میتونستم 5 خلطه تنگه طلا تقریبا 5-6 اسب دیگر خرم. پیش این پیرمرد همسایه‌هاش آمدن گفتن تو باید میفروختی اسبت. آخه پولی کم نبود 5 خلطه تنگه طلا میتونستی 5-6 اسب دیگر خری. تو دیگه کاری خطا کردی تو بدبخت شدی. این پیرمرد گفت که تو از کجا میدونی که من بدبخت شدم یا نه؟ گفت این وقت نشون میده. بعد تقریبا بعد از 1 هفته یک صبح پیرمرد وقتی از خواب خیست دید در آغلش اسبش نیست. نبودن اسب پهن شد، آوازه شد بین مردم. تمام همسایه ها دوباره خانه پیرمرد آمدن گفتن عجب شد تو اگر میفروختی از احتم نمیشه. تو بدبخت شدی دیگر. تو اکنون انیق تو بدبخت شدی. تو اگر همون روز اسب میفروختی صاحب 5-6 اسب دیگر میشدی. تو تا این روز تو مثل امروز بدبخت نمیشدی. پیرمرد گفت که چه خیلی بدبخت شدم. گفت تو اسبت نیست دیگر گم شد گریخت. بعد این پیرمرد گفت که شما از کجا میدونید که من بدبخت شدم یا خوشبخت شدم؟ شما از کجا میدونید که این اسب من گریخت یا نه؟ همین حالا همین امروز همین قدرش معلوم که اسب در آغل من نیست دیگه تمام. اما معلوم نیست که این اسب کجا رفت، معلوم نیست که این اسب زنده یا نه. همین قدرش معلوم که اسب در آغل من نیست. دیگر هر چیزی که شما میگید این چیزی که در ذهن خودتون میگذارد. معلوم نیست که به فایده من یا بر ضرر من. خیلی خلاصه رفتن همسایه‌هاش. بعد از 10-12 روز دیگر همین اسب پیرمرد همراه خودش 12 اسب وحشی گرفته آمد. بعد خیلی خرسند شد این پیرمرد. همسایه‌ها هم فهمیدن آمدن گفتن تبریک ما خطا کردیم روز گذشته دفعه قبلی. تو درست گفته بودی بر وقت خلاصه کردیم ما. حالا تو دیگه صاحب 13 اسب شدی که این خوشبختی تو. پیرمرد گفت که شما باز خطا میکنید. گفتن چه خیلی خطا میکنیم تو 13 اسب داشتی خوشبختی نه این. گفت که معلوم نه که این خوشبختی یا بدبختی. درست است که اسب من رفت، درست است که اسب من 12 اسب دیگر گرفته آمد، درست است که من صاحب 13 اسب شدم همین امروز. اما معلوم نیست که این 13 اسبی که خانه من آمد به فایده من یا بر ضرر من. بعد همسایه ها گفتن که این پیرمرد دیوانه. چه خیلی آدم صاحب 13 اسب میشده است بی پول خرسندی نمیکنه است. خلاصه یک روز نبیره این پیرمرد
همراه یکی از ما اسبایی که آمده بود بازی میکرد، اسب سواری میکرد و تصادفاً اسب افتید، پایش شکست. یخ شکست. نبیره این پیرمرد از همون اسبی که آمده بود چند روز پیش افتید و پایش شکست. همسایه ها با آمدن گفتن که ما با خطا کردیم، تو حق به جانب بودی. امروز این اسب ها سبب شد که تو بدبخت شدی. ما فکر کردیم که تو خوشبخت شدی که صاحب اسب های زیاد شدی، لیکن امروز فهمیدیم که این اسب ها سبب شدن که تو بدبخت شدی، چون که نبیرت پاش شکست، تو دیگه ناراحت شدی. این پیرمرد با ناراحت شد، گفت مردم، گفت شما بغیر از خلاصه کنید کارتون نیست، این همش محصول فکر شما، این نگاه شما که این خیر. لیکن شما از کجا میدونید که شکستنی پا انسان بدبخت میکنن؟ همسایه ها با تعجب کردن، با حیران شدن. چه خیال نخواد انسان پایش شکست این خوشبختی باشد؟ پایش شکست دیگه تو همدردی ما قبول کن. این پیرمرد گفت که نه، وقت نشان میدهد که این شکستنی پا با فایده نبری من بود یا بر ضرر نبری من. خلاصه یک ماه پس این کشور با کشور دیگر جنگ اعلام میکنه. تمام جوانهای همین دهه جنگ بگرفته میرن بغیر از نبیره این پیرمرد. برای چی؟ چون پایش شکسته بود. هر جوانی که معیوب جنگ به نمیرن. باقی مانده جوان پسرایی که یعنی همسایه‌اش بود، این هم محلش بود، گرفته رفتن. بعد این پیرمرد تمام همسایه‌هاش جمع کرد، گفت اکنون به این سوال من جواب دید. حالا پسرهای شما یا نبیرهای شما بدبخت یا نبیره منی که پایش شکسته بود بدبخت؟ اگر همون روز نبیره من پایش نمی شکست، امروز همراه نبیرهای شما جنگ می رفت و شاید از جنگ بر نمی گشت، شاید جنگ هلاک می شد، شاید وفات می کرد، شاید قربان جنگ می شد. خوب شد که همون روز پایش شکست و امروز پسری من سالم در پیش خودم. همه همسایه ها راضی شدن، همه همسایه ها دیگه توبه کردن، گفتن تو حق به جانب بودی، ما خطا کردیم، ما بر وقت خلاصه کردیم. هر حادثه‌ای که سر انسان میاد نباید انسان بر وقت خلاصه کنه، چون نمیدوند که آینده بر فایدهش میشه یا بر ضررش میشه. شاید این مشکلی به فایده انسان باشد. پشت هر مشکلی خوبی هست و نباید انسان بر وقت خلاصه کنه. کاپیتان راست که جان، من فهمیدم. دلا یکان ای بچه ها، شیری نکنی به بهار، این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. دلا یکان ای بچه ها، شیری نکنی به بهار، این دم شما را میبره بر سوی شهری قیصه ها. گل غنچه ها ای کودک ها، شیری نکن خندا نکن. گل غنچه ها ای کودک ها، شیری نکن خندا نکن. بهری شما آورده یک گل زیبایی دوستان، بهری شما آورده یک گل زیبایی دوستان، یک گل زیبایی دوستان، یک گل زیبایی دوستان.